سرنهادهای خیریه یک اعتراض همیشه می باشه. او اعتراض چیست؟ و شکایت چیست؟ که چرا این نهادها سر پروژه بنیادی کار نمیکنن که مشکل افغانستان واقعا حل شود. و الحمدلله اعتراض سر قمر نیست، به خاطر که پروژه قمر همیشه بنیادی می باشن و امروز براتون خوشخبری بازم میدم. الحمدلله ما در ولایت پکتیا در گردیز هستم، در جایی که هیچ امکانات صحی در وجود نداره. ببینین از کوه بگیرین تا پایین هیچ کلینیک نبود. الحمدلله ما فیصله کردیم و تشکر از قریه مردم که ما را این زمین وقف کردن و ما عاجل کار کلینیک شروع کردیم. بیا شکر جان باشان نشان بدیم. الحمدلله سنگ انداخته شده، شما دیده میتونین. و این مسجد هم باشان جور کردیم که این مسجد پیوازا که دیگه میان هم نماز بخونن هم شد دیگه شوتر کنن، به خاطر که ما امکانات نداریم به اونا مثل هتل و اتاق جور کنیم. لیکن این کلینیک ان شاء الله دیس ریسپانس کلینیک خود بود، در جایی که با علاج اشتکا زنا و همچنان مردمی که اولیه کمک نیاز دارن از نگاه صحت. متاسفانه در افغانستان 44,000 نفر هر سال از دست سرطان میمرن و دلیل چیز که اونا نمیتونن در اول سرطان رو ببینن و باز علاج کنن. کدام وقت که سرطانش استیج 3 میشه 4 میشه و در یک حالت میرن که او یعنی هیچ قابل علاج نیست و تداوی نیست، به می خاطر اونا متاسفانه زندگی خود دست میدن. یعنی این کلینیک ان شاء الله خود تا نیست، نه فقط مریضایی که مثلا اولیه هستن به اونا کمک کنن و همچنان مریضایی که مثلا نارا مریضیشان سخت‌تر از اون دیگه فقط تشخیص خود کردیم، ماشینری خود داشتیم، لابراتوری خود داشتیم و روان خود کردیم به مختلف شفاخانه مبرای افغان ژاپن و دیگر هم در این باره صحبت شده و الحمدلله بسیار همکاری خوب نشان دادن. این کلینیک تا در 3 ماه 4 ماه بعدی جور میشه و مسجدشون تکمیل است الحمدلله. لیکن یک چیز براتون گفتم میتونم که این کمک‌ها فقط رضای الله سبحانه و تعالی است و همچنان کسایی که همیشه قمر سپورت کردن. به خاطر ما در دفتر ما یک پرینتینگ ماشین نداریم که پیسه را چاپ کنیم، همیشه شما هستین که پیسه روان میکنین، کمک روان میکنین و ما در قدر جای او پیسه را مصرف میکنیم و پس براتون راپور میدیم. هر کس که میخواد واقعا افغانستان رو کمک کنه، مسلمانان رو کمک کنه، امت رو کمک کنه، سر جای پیسه‌تون مصرف کنین که واقعا زندگی مردم تغییر میخوره. 20 سال دیگه امریکا بوده، کلشون بودن و تریلیون ها دلار مصرف شد، لیکن متاسفانه نه ما سرک داریم، نه ما کلینیک داریم، نه شفاخانه داریم، هیچ چیز نداریم. و امروز هم ما خدا چال بدیم صدای خوراکی، مواد او خوراکی او هم نیاز است، بدون شک نیاز است، لیکن ما باید فیصله داشته باشیم، پلان داشته باشیم که ما پروژه بنیادی همسرش کار کنیم. شما میتونین به این کلینیک آنلاین برین، پیسه‌تون آنلاین روان کنین، آفلاین، یعنی 100 افغانی هم دیگه یک مشکل یک میتون 5 تا خش بگیره و که مشکل کلینیک حل شوه، مردم دیگه مستفید یک یونیت صحی باشن و خودتون ان شاء الله صدقه جاریه همیشه بگیرین. اپدیت براتون میدم و قمر رو تعقیب کنین. میخواین زیاد معلومات داشته باشین، نقشه کلینیک ببینین، ما بهتون روان کردن میتونیم، فقط به ما مسیج کنین.